Davlatjon Shodiyov doktori ilmi tibbi xalqi народной медицины диплом доран аз Россия. Саломат бошед устоз. Ассалому алейкум. Ёрон, дӯстон, برادران. اولین سخنمان سر میکنم. هرچند که من از ازبکستان هستم، شاعر گفته بود است که ازبکستان اوغلیدور من، تاجیکم گفتا پسر، راست گویم هر کدامش جز بجان از یک پدر. دوستی ازبکستان و تاجیکستان ابدالابد باشد، رفت آمدم زیاد شود. من از شهر بایسونی بستانی، از شهر ما دو اکادمیک در تاجیکستان خدمت کردگی، چندین نویسندگان، چندین دکترها، کاندیدات های نو. تاجیک زبان ها بسیار هستند، 70% رایونی ما تاجیک زبان هستند. همه می آمدن در اینجا تحصیل می گرفتن، بسیاری در اینجا ماندن. کسانی که در اونجا رفتن هم بسیار آدمای باوبرو گذاشتن. انسان از 4 عنصر عبارت است. همین تمپراتور ما انرژیا. همین تمپراتور نداشته باشیم انرژیا، گرمی نداشته باشیم وقتی که انسان مرد خنک میشود. تمام انسان زنده نیست. دوم عنصر این شمال است. همین حرکت ما تصور کنید که این از شمال است. تنه ما از زمین گرفته شدگی. آدم آفریدن از خاک زمین. کدام ماکرو میکرو الیمنت، ویتامین، مینرالی که در ترکیب زمین هست در وجود ما هست. منبع حیات این آب است. آب نبوده که یگان چیز نمی‌سازد. در عالم رستنی تمام چیزی که در وجود ما در کار لازم است، دارو است، همش داده شدگی است. عنوان بهترین شاعر، نویسنده و طبیب خلقی، بهترین طبیب جهان در سال 2025 گرفتگی. مرحمت. با بقریبی عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شدن، کس من گفتن. و فکرم اتفاق نویسنده های بین المللی و طبیبا آینده از همه تشکیلات بقوتر در دنیا میشد. سلامت باشید. رحمت کلام، درود صمیمی برای هر یک اهل نشست و منتداری خود را به حکومت ناحیه البته پیشنهاد میکنیم که این جلسه همایشی خیلی خوب را تشکیل کردن در مکتب نمونوی رقم 1 با سروری مکتب هم اشتراک دارن خودشون. دوستان عزیز، اگر شاعر تا شعر نگوید درد دلش سبک نمیشه. بسیاری شما از نقیب خان تورال آگاهی دارید. من مدت‌های سالهای زیاده که یک اثری گمنام محمد نقیب خان تورال احراری که تا حالا در سمرقند هست، همین برای من یک باور کنید یک درد بی‌دوا بود و من همین رو رفته در خانه خرم برکایف دکتر علم اقتصادی یافتم و یک شعر نویسم که اگر شما پیخست کنید گویا در اینجا دوای من هست. به دستم دایما دیوان تورال، تجلی خدا عرفان تورال، چرای فلغری آرام نشینی، کجاست اوراق باغستان تورال. ببرده بر سمرقند حاکمی دور همان گنجی که بود چون جان تورال، به دست خرمی دانا بمانده غزلهای پر از ارمان تورال. 2-3 باره به نزد او برفتم، نداند مصرعی آسان تورال، چرا پس میکند دعوای شعرش، نخوردن نام ز دسترخوان تورال. آیا ای روی پاک خواجه احرار، مدد بین ما با پیوندان تورال، که تا پیدا شود دیوان دویم دیگر اشعار و باغستان تورال. مرا هم زین محبت شوره بخش که هستم یار و هم پیمان تورال، همیشه جاویدانی هست یوسف شکوه و شفقت و هم شان تورال. شعرهایم ناتمامند، مصرعهایم نیمه نیمه، زیر بار چرخ گردون استخوانم قیمه قیمه. ای خدایا از چرا این عمر من اندر خطر، یا رسید آیا زمان کلی یومینش بتر. تا هنوزم بچگیم در قفای کوه پشته، تا هنوزم شعرهای عاشقیم نانوشته، تا هنوزم دختری همسایه بر من دلکشال، تا هنوز واخوردنم با او بود امری محال، تا هنوز من میشمارم پلته های موی او، تا هنوز میترسمش با او شوم من روبرو. در ره عشق تو جانم یوسفت دارد وفا، ای زلیخای زمان
تا چند کنی بر من جفا